به خبرهای این ساعت از طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: خشونت با زنان مشکل ملی در افغانستان. رئیس جمهور غنی در کارزار مبارزه در برابر خشونت با زنان میگوید که ادامه این روند پذیرفتنی نیست. احترام رئیس جمهور و بانوی اول، احترام طارق بچیم و مریم دختر ما یک نمونه شوه که هر مرد افغان زن خود به می سویه احترام کنه. تاکید مجلس نمایندگان بر نابودی ریشه های تندروی در کشور. شماره از اعضای مجلس میگویند که گروه های تندرو در مکانهای علمی سرگرم تبلیغ و سربازگیری هستند. دشمن تلاش میکنه که اختلافات قومی و مذهبی را دامن بزنه. در اکثر مساجد ما فکر افراطی پخش میکنه. ثقافت اسلامی امی حکنون در پوهنتونهای افغانستان تروریست تربیه میکنه. افزایش گردشگری گردشگران داخلی و خارجی در هرات. روزانه صدها گردشگر برای دیدن بخش‌های باستانی به هرات سفر میکنند. نظم دیدم و همین حفظ آثار تاریخی را در قلعه اختیارالدین دیدم. برام خیلی خوشایند بود. برای ما جای افتخار است که در یکی از گوشه‌های افغانستان اینطور آثار قدیمی را ما می‌بینیم. و تولد دو نوزاده به هم چسبیده در نوار غزه. من فواد امان. رئیس جمهور غنی خشونت در برابر زنان را یک مشکل ملی می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که ادامه این روند پذیرفتنی نیست. آقای غنی در کارزار 16 روزه محو خشونت در برابر زنان در افغانستان تاکید می‌ورزد که حتی خشونت در برابر زنان در نهادهای حکومتی وجود دارند. از سوی هم رئیس اجرایی می‌گوید که قربانیان خشونت حتی در دادگاه‌ها با خشونت روبرو هستند. رهبران حکومت وحدت ملی برای راه اندازی کارزار 16 روزه محو خشونت در برابر زنان آستین بلند کردند و ادامین خشونت ها را در برابر زنان یک صدمه به آینده افغانستان می دانند. رئیس جمهور از همگان می خواهد که در کارزار مبارزه با خشونت در برابر زنان دستهایشان را یک جا بسازند. احترام رئیس جمهور و بانوی اول، احترام طارق بچیم و مریم دختر ما یک نمونه شوه که هر مرد افغان زن خود به می سویه احترام کنه و هر پسر افغان خواهر خود به می اندازه دارای اهمیت بدانه. حکومت وحدت ملی میپذیرد که تلاش‌ها در کار مبارزه با خشونت در برابر زنان تا اکنون چشمگیر نبودند. یک کسی که قربانی است در این عرصه او به کجا مراجعه کنه؟ آیا قربانی خشونت وقتی که مراجعه میکنه به یک ارگان برای تطبیق عدالت، برای احقاق حق خود و برای اعاده عزت خود، آیا او با خشونت دیگه در روز به یک نوع دیگه از آزار خشونت مواجه میشه یا نمیشه؟ اگر این ماموریت پلیس است، اگر این حوزه پلیس است، اگر این اداره سارنمالی است یا هر مرجع و مقام دیگه است. فاطمه که یکی از قربانیان خشونت است، بخش از گذشته‌اش را این گونه بازگو می‌کند. بالای خواهر مادر ما چشم دوخته بودن. مرا زیر فشار می‌گرفت، زیر لطفه به خود قرار میداد. میگفت که خواهر مادر تا برام بخوای که من از اونها سوء استفاده کنم و خواهشات خدا بالای اونها پورا بسازم. وقتی که من قبول نمی‌کردم مرا مورد لطفه خود قرار میداد. با این همه هدف از کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان چنین فشرده می‌شود. هدف اساسی این کمپاین بالا بردن آگاهی عامه بسیج مردم در همه سطوح برای ایجاد تغییر است. تا اکنون بیش از 3300 پرونده خشونت در برابر زنان ثبت شدند که از این میان نزدیک به 900 پرونده آن رسیدگی شده است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که گروه‌های تندرو در مکان‌های علمی مانند دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها و حتی در نهادهای دولتی سرگرم تبلیغ و سربازگیری هستند. نمایندگان مردم در مجلس میگویند که اگر حکومت برای نابودی ریشه‌های تندروی کاری نکند، با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد. شماری از نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان
از افزایش ناامنی ها انتقاد می کند و حکومت را در بهبود اوضاع امنیتی بی‌پروا می دانند. شماری از نمایندگان می گویند که هراس افغانان می کوشند تا اختلاف های قومی و مذهبی را در میان مردم دامن بزنند. دشمن تلاش میکنه که اختلافات قومی و مذهبی را دامن بزنه در میان مردم ملت افغانستان. افغانستان با سلسله از کشتارهای هدفمند بر علیه گروه قومی مشخص، بر علیه گروه مذهبی مشخص انجام میگیرد. به گفته شماری از نمایندگان مجلس، گروه های تندرو همکنون در میان نهادهای دولتی و علمی دست به تبلیغ میزنند و سرگرم سربازگیری هستند. بخش اعظم اعمال تروریستی آنها به وزارتخانه های ارشاد و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، شورای سراسری علما برمیگردد. اکثریت مساجد ما فکر افراطی پخش میکنه. ثقافت اسلامی اکنون در پوهنتونای افغانستان تروریست تربیه میکنه. تروریسم آدم کشا نه شیعه میشناسه، نه سنی میشناسه، نه پشتون، نه هزاره، نه ازبک و نه تاجیک. مسئولین امنیتی را یک بار استهزا بکنیم، از اون رأی را که دادیم از پیش پرسان بکنیم. این گفته ها در حال ابراز می شوند که 2 روز پیش حمله کننده انتحاری در مراسم اربعین حسینی در مسجد باقرالعلوم در کابل خودش را انتحار کرد که بیش از 40 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. مجلس نمایندگان تفسیر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاح نظام انتخابات غیر قانونی می‌داند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر بنیاد ماده 109 قانون اساسی تفسیر کرده است که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در 1 سال اخیر دوره تقنینیه نمیتواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد. پس از آن که فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس نمایندگان رد شد، رئیس جمهور فرمان تازه‌ای را صادر کرد. در این میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر بنیاد ماده 109 قانون اساسی فرمان رئیس جمهور را مشروعیت داد. اکنون مجلس نمایندگان این کار را خلاف قانون می‌داند. امی اعضا که به تالار آمدن لااقل از اونها 1 ماده قانون اساسی رو میپرسیدیم که اینا به رسم رواج قانون اساسی میفهمن یا نه؟ حالا که ما در سال آخر نیستیم، ما در یک دوره هستیم که اصلا پیش بینی نشده در قانون اساسی. شماری از نمایندگان میگویند که رهبران حکومت میکوشند تا انتخابات آینده نیز پرچالش و تنش‌ها باشد. آیا په هغه کټو باندې بیرته انتخابات کېږي چې هغه زموږ په ولایتو کې 50 زره کاټه د یو ولسوال یا قومندان یا د یو زورواکي سره دي. په خپل د خوښې پر ټیم باندې سره تقسیم کړي ټول افغانستان چې دا انتخابات سم آینده انتصابات جوړ کړي. ذریعه غیر قانونی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که 2 قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت انتخاباتی را یکجا کرده خلاف ماده 79 قانون اساسی بوده. این انتقادها در حال ابراز می شوند که اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. یکی از قربانیان حمله بر عزاداران حسینی یک نجار بود که در خانه کرایی زندگی میکرد و تنها نان آور خانواده‌اش بود. بستگان جمال الدین میگوید که او برای شرکت در مراسم عزاداری و خوردن نان چاش به مسجد رفته بود که قربانی این حمله شد. خانواده این مرد میگوید که جمال الدین وضعیت خوب اقتصادی نداشت و اکنون مادر، همسر و 3 کودک وی بی سرپرست شدند. همه در سوگ جمال الدین نشستند. مرد 36 ساله که تنها نانآور خانواده‌اش بود و در برابر مسجد باقرالعلوم دستگاه نجاری داشت و این حمله جان او را گرفت. اینجا در خانه کرایی میشیشت، دکانش در چارقلای 14 بود. اونجا در مسجد کدام خیرات بود، اونجا رفته بود می حادثه رخ داد. یک دختر و 2 پسر جمال الدین هنوز هم در انتظار برگشت پدرشان هستند. اسم خود دولت مانده، امنیت مردم گرفته نمیتونه، پلیس ها تنخواه میخوره، دولت دلارا میآید، دولت در جیب خود غارت میکنه، بلند منزلا میسازه، اما ملت مظلوم و بیچاره رو در خاک و خون میکشونه. در جایی که ما همدردی میکنیم و تسلیت در میکنیم، تسلیت چی کنیم؟ همدردی رو چی کنیم؟ امنیت ملت بگیریم، ملت بیچاره را 100 نفر به شهادت رساند. بر دستگاه نجاری جمال الدین قفل افتاده است و در اینجا دیگر از کاربار خبری نیست. 12 نفر در میسایه ما میشناختیم که کلش کراچیوان و کارگر جالی، بس دیگه کس نبود کلام، کلش در همین جمال الدین که میگم براتون
این در خانه کرایی زندگی میکنه، خانه‌ش هم در چلستون است. نفرای به گناه نجوار و کراچوان و مثل دکاندار کلی که رفته بود که بریم نان خوردن. ما هم دل داشت می‌گفتیم بریم به طرف مسجد که را انتحاری سوا کرد. بیشترین قربانیان حمله بر مسجد باقرالعلوم غیر نظامیان هستند. این حمله ده‌ها خانواده را بی‌سرپرست ساخته است. جمال الدین که در برابر این مسجد دستگاه نجاری داشت، اکنون دیگر در میان خانواده اش نیست و دستگاه نجاری او در اینجا بسته مانده است. میرابط جوینده، طلو نیوز. با معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اکنون از بی تجربگی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد می‌شوند. نهادهای نظارت کننده انتخابات نداشتن تجربه فعالیت‌های انتخاباتی و نیز وابستگی‌های شمار از اعضای این کمیسیون را به سران حکومت چالش بزرگ در برابر بی‌طرفی این کمیسیون‌ها می‌دانند. بر بنیاد سندهایی که ریاست جمهوری بر رسانه‌ها فرستاده است دیده می‌شود که سندهای اعضای این کمیسیون‌ها با دقت بررسی نشده است. بر بنیاد یکی از این سندها یک عضو کمیسیون انتخابات تازه 21 ساله شده است، در حالی که سن حقیقی وی 40 سال است. پس از انتصاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای نظارت کننده انتخابات نداشتن تجربه فعالیت‌های انتخاباتی اعضای تازه این کمیسیون‌ها را سخت به باد انتقاد می‌گیرند. وقتی که تجربه نباشه، مهارت انتخاباتی وجود نداشته باشه، انتخابات درست مدیریت نمیشه. سهمیه بندی قومی در این پروسه، سهمیه بندی و دادن سهمیه برای سیاسیون نه تنها این که مشکل انتخابات حل نمیکنه، بلکه میتونه جنجالای بسیار جدی را در انتخابات آینده به وجود بیاره. بیش از 700 تن برای رسیدن به کرسی‌های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد شده بودند. از این میان 12 تن به این کمیسیون‌ها راه یافتند. اوسنی کسان چې د کمیشنرانو په توګه ټاکل شوي دي هغوی د کافي پوهې او په اړوندو برخو کې د لازمې تجربې خاوندان دي. د دوی لویه برخه دکترا لري او یو تعداد یې ماسټران دي. د دوی سابقې ته په کتلو سره دا هیله کېږي چې راتلونکي ټاکنې له پخوا څخه په مراتبو بهتره وي. بر بنیاد قانون تازه انتخابات، پیشبرد کارهای فنی انتخابات از صلاحیت‌های معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات است. پیشتر این صلاحیت از دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بود. روزانه صدها گردشگر داخلی و خارجی برای دیدن بخش‌های باستانی ولایت هرات به این ولایت سفر می‌کنند. آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می‌گوید که شمار از گردشگران به گونه چشمگیر افزایش یافتند. در همین حال این گردشگران می‌گویند که از دیدن آباده‌های تاریخی و موزیم هرات شگفتی زده شدند. موزیم هرات بیش از 3000 اثر باستانی دارد، اما شمار از این اثرها در گنجینه اثرهای باستانی دور از چشم بازدید کنندگان نگهداری می شوند و تنها 400 اثر اینجا به نمایش گذاشته شدند. اثرهایی که هزارها سال پیشینه دارند و چشم هر بیننده را خیره می سازند. روزانه دهاتن برای گردشگری از دیگر ولایت‌های کشور و نیز شماری از شهروندان خارجی برای دیدن جاذبه‌های گردشگری هرات به این ولایت می آیند و آرزوی بسیاری این گردشگران دیدن قلعه اختیارالدین هرات و موزیم بزرگ این ولایت است. وقتی که هرات را دیدم، نظم دیدم و همین حفظ آثار تاریخی را در قلعه اختیارالدین دیدم، برام خیلی خوشایند بود. برای ما جای افتخار است که در یکی از گوشه‌های افغانستان اینطور آثار قدیمی را ما می‌بینیم. در بخشی از این موزیم نیز آرشیف هرات ساخته شده است و اثرهای ارزشمند از دوره‌های گوناگون در آن نگهداری می‌شوند. این اثرها نمایانگر فرهنگ کهن و پیشینه ارزشمند هریوانشینان است. هراتیان به داشتن و نگهداری خوب داشته‌های فرهنگیشان می‌بالند و حفاظت از این داشته‌های تاریخی و فرهنگی را وظیفه همه می‌دانند. 200,000 سال قدامت بالای پالولیتیک در موزیم در نمایشگاه ما آثار داره. همونطور میره تا دوره‌های باختریا، اخامنشیا، یونان و باختری، کوشانی ها، اسلام و از اسلام هم سایت های سامانی، غزنوی. موزیم هرات از غنی‌ترین موزیم های کشور به شمار می رود و بیشتر اثرهایی که در آن نگهداری می شوند نشان از هویت و تاریخ هرات دارند. هرچند طالبان بیش از 400 مجسمه این موزیم را در زمان حاکمیتشان نابود کردند، اما با آن هم شمار دیگر از این اثرها که از چشم طالبان پنهان ماندند اینجا به نمایش گذاشته شدند. اجناس تاریخی که در این موزیم قلعه اختیارالدین
حفظ شده. این هم خود از این نماینگر از اینه که هرات انمو شهر علم فرهنگ است و فرهنگ خود حفظ کرده. در همین حال آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که شمار گردشگران داخلی و خارجی که امسال برای دیدن آبده های تاریخی و داشته های فرهنگی این ولایت به هرات آمدند از یک دهه به این سو بی پیشینه بوده است و در حال حاضر هرات به یک سرزمین دیدنی برای گردشگران مبدل شده است. تا نیمه سال 1395 تقریبا معادل کل سال 1393 ما گردشگر به ثبت داریم در ولایت هرات. 22 اثر تاریخی که 8 سال پیش از موزیم ارگ هرات ربوده شده بودند نیز از سوی نیروهای امنیتی به دست آمده و دوباره به این موزیم برگردانده شدند. تا کنون این اثرها در این موزیم به نمایش گذاشته نشدند، اما مسئول موزیم هرات میگوید که به زودی این اثرها که ارزش آنان به میلیون‌ها دلار آمریکایی میرسد پس از مرمت در این موزیم دوباره به نمایش گذاشته خواهند شد. ربابه دختری که با دهنش نقاشی میکند شمار از اثرهایش را به فروش گذاشت. ربابه که از دست و پا فلج است امروز نخستین نمایشگاهش را در دانشگاه کابل برگزار کرد. بازدید کنندگان این نمایشگاه ربابه را الگویی برای هنرمندان زن در افغانستان میدانند. آنی که از پله‌های زندگی بالا می‌روند به کامیابی بزرگ دست یافته است. امروز ناگفته‌های زندگیش را بازگو می‌کند. چند بار مادرم گفته در فروش بود، اما من گفتم نه، این به خاطر که دوست دارم نمیمونم. این واقعا خیلی معنای خاص رو برای از دست و پا فلج است، اما روح هنرمندانه دارد. بسیاری از نقاشی‌هایش تلخی‌های زندگی خودش را بیان می‌کنند. همیشه ما میشه که اینقدر کار کردیم و اینجا زیاد کار داشتیم اما کارهای بهتری ما آوردیم دیگه. محرومیت دختران و زنان در برخی از رسامی‌های او به خوبی به تصویر کشیده شده است. پسر زیادتر برش ارزش قائل می باشه، فامیلش و بر دختر کمتر و خصوصا باز یک دختری که معیوب باشه او بیشتر آسیب پذیر است. ربابه یک شعار، یک الگو برای همه ما و شما، برای همه نسل آینده افغانستان، برای همه جوانان هستند. ربابه 16 ساله است و از آموزش محروم مانده است، اما اکنون خواب‌های بزرگ در سر دارد. وی می‌خواهد که نمایشگاه بعدیش را در بیرون از کشور برگزار کند. عروسی متفاوت در کابل. برادر یکی از نمایندگان مجلس امروز در یک مسجد عروسی کرد. این عضو مجلس نمایندگان میگوید که آنان خواستند تا این مراسم را به دور از موسیقی و تجمل برگزار کنند. از همین رو وی مسجد را بهترین محل برای عروسی برادرش میداند. خدمات بیمه در 16 سال پسین با وجود فرصت‌های فراوان به گونه‌ای لازم رشد نکرده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که آنان طرح قانون جدید بیمه را به وزارت عدلیه فرستادند، اما تا هنوز پاسخ از این نهاد دریافت نکردند. از سوی دیگر مسئولان شرکت بیمه ملی افغان افزون بر ناامنی و شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی همکاری نکردن شمار از نهادهای مسئول را از چالش‌های فراراه خدمات بیمه در کشور میگویند. مسئولان وزارت مالیه از افزایش 30% درآمدهای دولت از درک خدمات بیمه خبر می‌دهند، اما می‌گویند که قوانین موجود بیمه جوابگوی نیازمندی‌های کشور نیست و به همین منظور طرح جدید را برای طی مراحل به وزارت عدلیه فرستادند. یک مقدار وقت زیاد گرفته در وزارت محترم عدلیه. ما امیدوار هستیم که اونا با زودترین فرصت نهایی بسازند قانون و ما بتانیم با تطبیق از او در عرصه کارهای بیشتر کنیم. در همین حال مسئولان شرکت بیمه ملی افغان هرچند از روند روبرشت خدمات بیمه در کشور سخن میزنند، اما میگویند که شرکت‌های بیمه در کشور با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. مشکلات هماهنگی نهادهای زیربط و نهادهایی که همکاریشان در راستای تطبیق پروسه و یا همین فرایند بیمه نیاز مبرم و اساسی پنداشته می شدند. عدم هماهنگی و عدم همکاری نهادهای زیربط دولتی هستند. هرچند این مسئولان از نهاد مشخص نام نمیبرند، اما با مراجعه به قوانین کشور در این مورد در میابیم که ریاست ترافیک یکی از نهادهایی است که الزام قانونی را به اختیار رانندگان گذاشته است. به اساس هدایت فیصله شورای عالی لوی سخنوری در سال 90 هدایت آمد که پول بیمه
از مالکین وسایت به شکل اجباری گرفته نشه و اختیاری است. در حال حاضر افزون بر شرکت دولتی بیمه ملی افغان 2 شرکت خصوصی بیمه نیز در کشور فعالیت دارند و 10 نوع خدمات بیمه را عرضه می کنند. در این میان بیمه حیات، بیمه صحت و بیمه کار که در اکثر کشورهای جهان اجباری هستند، در افغانستان به علت نبود قوانین و چالش‌های فراوان دیگر اصلاً وجود ندارند. دو نوزاد به هم چسبیده در نوار غزه به دنیا آمدند. پزشکان میگویند که این نوزادان که اکنون زیر مراقبت جدی در یک شفاخانه به سر میبرند بیشتر اعضای بدن آنان به هم چسبیده هستند، اما 2 سر جداگانه دارند. این نوزادان که در یکی از شفاخانه های غزه زیر مراقبت جدی نگهداری میگردند دارای بدن چسبیده به هم دارند. دکتران که برای جداسازی این نوزادان درباره گزینه‌های مختلف طبی با هم گفتگو میکنند میگویند که در قدم نخست تصور میکردند که ممکن بتوانند آنان را از هم جدا سازند، اما اکنون پس از انجام آزمایشات دانستند که بیشتر اعضای بدن این نوزادان به هم چسبیده هستند و دارای 2 قلب جداگانه، اما سرهای آنان از هم جدا هستند. درباره نوزادانی که دیروز تولد شدند ما شگفت زده شدیم. ما فکر میکردیم که آنان دوگانگی هستند و هیچ مشکلی نخواهند داشت، اما سپس دانستیم که بدن آنان یکی و دارای 2 سر هستند. جداسازی آنان بسیار دشوار است، زیرا بسیاری از اعضای بدن آنان با هم چسبیده هستند و 1 قلب معیوب دارند. این در حالی است که تولد کودکان عجیب الشکل و تولد جنین پیش از زمان معین آن در نوار غزه که اکنون زیر مسرع قرار دارد و در گذشته ها بیشتر گوی درگیری های سنگین و اصابت موشک ها و بم های کشنده بود افزایش یافته است. در درگیری ها میان نیروهای هندی و پاکستانی در کشمیر 13 سرباز پاکستانی و 7 سرباز ارتش هند کشته شدند. این در حالی است که از کشته شدن 9 غیر نظامی در جریان این درگیری ها در امتداد خط مراقبت مرزی در کشمیر نیز خبر داده شده است. از سوی هم حکومت پاکستان یک کمیته بلندپایه را گماشته است تا سیاست این کشور را در برابر هند و کشمیر تدوین کند. پاکستان پیش از این گفته بود که سیاست این کشور در افغانستان به سیاست هند در کشمیر وابسته است. ادامه خبرها را در طلو نیوز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجهتان. از طلو. ارتش پاکستان میگوید که روز چهارشنبه 9 غیر نظامی در حمله نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. هند درباره این رویداد چیزی نگفته است، اما پاکستان را با آغاز درگیری متهم می‌سازد. خشونت‌ها در کشمیر زندگی باشندگان این منطقه را دشوار ساختند. وقتی که برای رفتن به مکتب آمادگی می گرفتیم درگیری آغاز شد و خانواده های ما نگذاشتند که به مکتب برویم. نیروهای پاکستانی به گونه دوامدار بر اینجا شلیک می کنند. ما از روستاهایمان فرار کرده ایم و به جنگل ها و تپه ها پناه برده ایم. وزیر داخله هند در پاسخ به حمله های پاکستان به باشندگان کشمیر می گوید به ارتش هند باور داشته باشید، تنها همین قدر میگویم. روابط هند و پاکستان در حال بر سر مسئله کشمیر پرآشوب شده است که چند پیش مشاهد حسین سناتور پاکستانی و نماینده ویژه نخست وزیر این کشور در امور کشمیر گفته بود که سیاست پاکستان در برابر افغانستان وابسته به سیاست دهلی نو در برابر کشمیر است. اکنون پاکستان کمیته را به شمول نمایندگان نهادهای امنیتی و استخباراتی این کشور گماشته است تا سیاست آینده پاکستان را در برابر هند و کشمیر تدوین کند. باید دید که با این کار رویکرد پاکستان در برابر کشمیر و افغانستان چگونه تغییر خواهد کرد. حمله های انتحاری و تک تیراندازی ها عامل اصلی به تأخیر افتادن پسگیری شهر موصل از جنگجویان گروه داعش گفته شده است. کارشناسان نظامی عراق در حال عملیات پسگیری شهر موصل را بسیار پیچیده می‌دانند و میگویند که از بهر آنکه جنگجویان داعش از باشندگان شهر موصل همچون سپر انسانی کار می‌گیرند تا اکنون این شهر به گونه کامل پس گرفته نشده است. در همین حال در یک نوار تصویری دیده می‌شود که درگیری‌های سنگین میان نظامیان عراق و جنگجویان وابسته به گروه داعش در شهر موصل همچنان ادامه دارند.
عملیات پسگیری شهر موصل پیچیده ترین عملیات برای نظامیان عراق. هرچند نظامیان عراق در همکاری با نیروهای ملی عملیات سنگینی را برای پسگیری شهر موصل از چندی به این سو آغاز کرده‌اند، اما به گونه کامل هنوز این شهر از وجود داعشیان آزاد نشده است. کارشناسان نظامی عراق میگویند از آن که در میان این شهر هزاران غیر نظامی گیر مانده‌اند و جنگجویان داعش بیشتر از حمله‌های انفجاری، انتحاری و تکتیراندازی‌ها در برابر ارتش عراق کار می‌گیرند، پسگیری این شهر به تأخیر افتاده است. جنگ افزار مهم جنگجویان داعش تا کنون در عملیات موصل موترهای پر از مواد انفجاری بودند. تا کنون 300 موتر در برابر ارتش عراق منفجر ساخته شده است که این یک رقم بزرگ است. در همین حال او میگوید که هنوز هم در میان شهر موصل گروه داعش از 5 تا 6 هزار جنگجو دارد. ما باور داریم که جنگجویان داعش از 5 تا 6 هزار جنگجو دارند. ارتش از بحر قطع راه‌های رفت و آمد آنان پلها را آماج قرار می‌دهد، اما اکنون آنان برای رفت و آمد از یک محل به محل دیگر از قایق‌ها کار می‌گیرند. از سوی هم ارتش ایالات متحده آمریکا میگوید که از ماه جون سال روان میلادی جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا 1100 بم را بر مواضع جنگجویان داعش در سوریه و عراق پرتاب کرده‌اند. نخست وزیر آلمان از تلاش‌های دونالد ترامپ برای بیرون شدن واشنگتن از توافقنامه تجارت آزاد یا ترانس پاسیفیک سخت انتقاد می‌کند. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان میگوید که این کار به نفع هیچ یک از کشورهای عضو نخواهد بود. در همین حال او از حکومت ترکیه از بحر سرکوب نهادهای مدافع از آزادی بیان سخت انتقاد دارد. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در سخنرانیش در پارلمان این کشور افزون بر آن که خواستار افزایش بودجه نظامی آلمان شد، از احتمال بیرون شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه تجارت آزاد یا ترانس پاسیفیک ابراز نگرانی کرد. انگلا مرکل میگوید که بیرون شدن واشنگتن از این توافقنامه که در آن 11 کشور حوزه پاسیفیک شامل هستند به نفع هیچ یک از کشورهای عضو این توافقنامه نخواهد بود. من برای شما صادقانه میگویم، من خوشحال نیستم که اگر توافقنامه ترانس پاسیفیک به حقیقت مبدل نشود، من نمیدانم که از این کار کی سود خواهد برد. انگلا مرکل نیز از آماج قرار گرفتن بخش‌های مسکونی و ویژه شفاخانه‌ها در سوریه سخت انتقاد می‌کند. بسیاری شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند شفاخانه‌ها و مراکز بهداشتی عمدن در سوریه آماج قرار می‌گیرند که این کار خلاف قوانین جهانی است که مجازات را به دنبال دارد. این موضوع را باید حکومت اسد درک کند. از سوی هم او از سرکوب نهادهای مدافع از آزادی بیان از سوی حکومت ترکیه سخت انتقاد می کند و تأکید می ورزد که گفتگوهای حکومت آلمان با حکومت ترکیه همچنان در برابر مراعات نمودن قوانین حقوق بشر ادامه دارند. برنامه پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برای بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان تا 3 سال دیگر تمدید شد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که از 6 سال به این سو این برنامه به ارزش 51 میلیون دلار برای صادرات میوه‌های تازه و خشک افغانستان در کشورهای امارات و هند بازاریابی کرده است و در 3 سال آینده 16 میلیون دلار برای بازاریابی و توسعه صادرات محصولات زراعتی کشور و کشورهای آسیای میانه به ویژه قزاقستان هزینه خواهد شد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که در چارچوب برنامه پشتیبانی آمریکا برای بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان افزون بر افزایش صادرات محصولات زراعتی برای 7800 تن زمینه‌های کار نیز پیدا شده است. در جریان سالهایی که فعالیت کردن تقریبا برای 48500 متریک تن میوه خشک و میوه تازه افغانستان سهولت بر صادرات ایجاد کردند. بیش از 112000 دهقان آموزش دادن که 3800 تن از اینا خانم هاست در بخش‌های مختلف شیوه های جدید زراعتی رو برشان آموزش دادن. در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع کمک‌های نهادهای بین المللی را برای خودبسندگی و توسعه زراعت در کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که ظرفیت‌های خوبی برای گسترش روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه وجود دارند. علاقمندی تجار روز به روز بیشتر شده میره، چون رابط سیاسی باثبات‌تر شده میره. هر قدر که رابط سیاسی ما باثبات شوه، رابط تجارتی ما، رابط ترانزیتی ما، رابط اقتصادی ما در کل باثبات‌تر میشه، بهبود پیدا میکنه.
مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که تا حال در این برنامه 46 میلیون دلار در افغانستان هزینه شده است و برای محصولات زراعتی در کشورهای هند و امارات بازاریابی شده است و 16 میلیون دلار دیگر برای بازاریابی محصولات زراعتی در کشورهای آسیای میانه هزینه خواهد شد. وزارت ترانسپورت برای بهبود خدمات ترانسپورتی و جلوگیری از آخاذی‌ها در مسیر راه شماره رایگان 105 را فعال ساخت. وزیر ترانسپورت میگوید که اصلاحات گسترده را این نهاد به وجود آورده است و با بکارگیری از شماره 105 میکوشند مشکلات فراراه بخش ترانسپورت را در کشور حل سازند. وزارت ترانسپورت شماره رایگان 135 سم شکایت را برای حل مشکلات در بخش ترانسپورت و مبارزه با فساد اداری فعال ساخت. وزیر ترانسپورت میگوید که این شماره 24 ساعت فعال خواهد بود و با رسیدن شکایت به این وزارت آنان بر حل مشکلات شهروندان کشور اقدام خواهند کرد. نوکروالی 24 ساعته خواهد موجود بود. هموطنان ما اگر شکایتی از موتردار داره، از واسطه داره، از عدم معیاری بودنش داره، از خرابی سرک داره، از اخاذی‌های غیر قانونی در مسیر شارع‌ها داره، از اخاذی‌های غیر قانونی کارمندان و مامورین ما دارن، میتونن از هر گوشه افغانستان بر ما فقط اینمقه تلفن بکنن. ما از طریق کارمندای خود، ادارات خود در ولایت افغانستان یا از طریق ارگان‌های امنیتی به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد. در این حال شرکت مخابراتی روشن به کارگیری از فناوری‌های روز را برای ساده‌سازی پروسه‌های اداری در نهادهای دولتی سودمند می‌داند. خود تکنولوژی میتونه هم در بهبود اقتصاد کشور و هم ایجاد سهولت‌های بیشتر و کاهش هزینه‌ای را که هموطنان ما مصرف میکنند به خاطر طی مراحل کارهای چی در بخش دولتی باشه چی در بخش سکتور خصوصی باشه، همون هزینه را ما برشون کاهش بدیم. این در حالی است که در حال حاضر نبود خدمات معیاری ترانسپورتی از مشکلات بنیادی مردمان کشور گفته می‌شوند. نبود ترمینال‌های مسافربری و باربری، نبود بس‌های شهری، نبود ایستادگاه‌های معیاری، نبود ترمیمگاه‌ها از چالش‌های عمده در ترانسپورت شهری است. یک سب استیشن برق در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد. شرکت برشنای ولایت بغلان میگوید که این سب استیشن با هزینه نزدیک به 80 میلیون یورو از بودجه توسعه وزارت انرژی و آب ساخته شده است و برای باشندگان ولسوالی های دوشی، خنجان و تاله و برفک از این سب استیشن برق داده خواهد شد. بهره برداری از یکی از بزرگترین سب استیشن های برق در بغلان. مقام های محلی بغلان میگویند که ساخت این سب استیشن نزدیک به 80 میلیون یورو هزینه برداشته است که از بودجه توسعه وزارت انرژی و آب پرداخت شده است. با ولتاژ 220 بر 20 کیلوولت از بودجه مقام محترم وزارت انرژی و آب توسط کمپانی پاورگرید کشور هندوستان در مساحت 25 ریب زمین احداث گردیده. قرار است که از این سب استیشن برای باشندگان ولسوالی های تاله و برفک، دوشی و خنجان برق داده شود. در همین حال شماری از بزرگان اقوام این ولسوالی ها از بهره برداری این سب استیشن خرسندی میکنند و میگویند که باید به زودی برایشان برق برسد. برق آمد یک چیز بسیار خوب است. در ضمن از این چیزهایی که برای مردم ضرورت است، امنیت ضرورت است. فعلا خنجان امنیتشان فضل خداوند خوب است. دیگه تا جای قناعت بخش است، دیگه کدام مشکلی نیست. پس از این بیش از 2000 خانواده تنها در ولسوالی های دوشی و خنجان از این سب استیشن برق دریافت می کنند. دومین نمایشگاه بازار روز فراورده های زنان متشبث امروز در کابل گشایش یافت. معین وزارت تجارت و صنایع میگوید که پولهای زیادی در سالهای گذشته به نام زنان مصرف شدند، اما تا اکنون ظرفیت‌های لازم در بخش تولیدات زنان به وجود نیامده است. نبود منابع مالی و ناامنی‌ها از چالش‌های بنیادی در برابر کار و بار زنان در کشور گفته می‌شود. در دومین نمایشگاه بازار روز ده‌ها گونه از فراورده‌های زنان متشبث در 35 غرفه به نمایش گذاشته شده است. بر بنیاد آمارها در حال حاضر بیش از 2000 شرکت تولیدی و یا خدماتی از سوی زنان رهبری می شود و 200 زن متشبث در کشور فعالیت دارند. معین وزارت تجارت و صنایع با توجه به نقش زنان در رشد اقتصاد کشور میگوید که حکومت باید در چارچوب برنامه پروموت بازارهای همیشگی را برای زنان ایجاد کند. ما پیشنهاد دادیم که حداقل در هر شهر افغانستان یک مرکز بازار مخصوص زنان ساخته شود.
و او پول وقت ساخته شد پس امور برای خانم ها به قسط دراز مدت به قیمت پایینتر برشان داده شود، برشان داده نشه. وزارت تجارت صنایع من حیث یکی از مسئولیت‌های خود برای تدوین و عملی ساختن پلان عمل خانم‌های متشبث خود مسئول می‌داند و برای شما امروز رسما اعلان می‌کنه که ما برای پیشبرد از این مصمم هستیم، متعهد هستیم و انشاءالله نه تنها در خود کابل همچنین یک مارکت‌ها را یا بازار روز را در ولایت هم ما انکشاف خواهد دادیم. در این حال زنان متشبث مشکلات اجتماعی، نبوده زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت هندک از زنان متشبث را از چالش‌های عمده در برابرشان می‌دانند. اگر امنیت درست باشه، وقتی که ما یک نمایشگاه می‌گیریم، مردم امنیت خود احساس کنه، میای بازار فروشات ما خوب میباشه و قراردادها می‌داشته باشیم. این زنان از حکومت میخواهند که برای رشد فرآورده هایشان حکومت باید زمینه صادرات این فرآورده ها را مهیا سازد. در افغانستان خود ما نفرا داریم، شکر با استعداد هستن، اونا خودشان تولید میکنن، اما بدبختی در این است که یک چیز چینایی از پاکستانی میاد داخل کشور و اونا به بسیار قیمت ارزان او را خریداری میکنن. این زنان میگویند که اگر حکومت از آنان در بخش تولید پشتیبانی کند، آنان میتوانند در بهبود اقتصاد کشور نقش برجسته داشته باشند. سخنوری من خشونت در برابر زنان افزایش خشونت‌ها را در برابر زنان بسیار نگران کننده می‌داند. این سخنوری میگوید که در 8 ماه امسال بیش از 3700 رویداد خشونت در برابر زنان ثبت شدند و احتمال دارد که این آمار نیز افزایش یابد. در همین حال شمار از سخنوران فقر و ادامه نبردها را در کشور از علت‌های اصلی خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان می‌دانند. معینیت منع خشونت در برابر زنان افزایش خشونت‌ها را در برابر زنان مایوس کننده می‌داند. و گفته ایلوی سارنوالی از 3702 رویداد خشونت در برابر زنان 1000 رویداد آن در پایتخت رخ داده است. پس از آن زنان بلخ و هرات با خشونت‌های بیشتر روبرو بودند. وضعیت وخیم‌تر از گذشته است و خشونت علیه زنان عمومی شده میره روز به روز. به این ترتیب بود که ضرورت ایجاد این معینیت به طور جدی حس میشد. سخنوری منع خشونت در برابر زنان میگوید که از 926 مورد این خشونت‌ها که ثبت سخنوری شدند، 512 رویداد آن لط و کوب و زخمی شدن هستند. 166 رویداد آزار و اذیت، 3 رویداد قتل، 9 رویداد تجاوز و 2 رویداد اجبار به فحشااند. تنها از شهر کابل 4 قتل بیرحمانه خانم‌ها وجود داره. بنابراین شما با این رقمی که این امیال زنده در سخنوری خشونت وجود داره شما تصور بکنید که حالت در سراسر افغانستان چگونه خواهد بود. تجاوز به یک دختر 13 ساله در ولایت کاپیسا به نام خانم راکیه. عاملین از این قضیه 2 نفرشان به 16 سال حبس تنفیذی محکوم شدند و 1 نفرشان براءت گرفتن. به این شکل قضیه دختر 3 ساله به نام نیلوفر اگر به یاد داشته باشین که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، عامل 1 نفر عاملش به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شد. شماری از مدافعان حقوق زنان علت افزایش خشونت‌ها را در برابر زنان معافیت از مجازات می‌دانند. جنگ‌های چند دهه بودن که مردم از نعمت الهی که بزرگترین چیز علم است از این بی بهره ماندیم. عدم آگاهی از شریعت، از قانون الهی و از قانون‌های وضعی و این تاثیرات جنگ و همه یکی از عواملش همیسته و 2 عاملش که از فقر است. روی سخنوری میگوید که امسال به 545 پرونده خشونت رسیدگی شده است و 342 پرونده نیز زیر بررسی هستند. بزرگان اقوام ولسوالی کامه ولایت ننگرهار میگویند که باشندگان این ولسوالی نباید هراس افغانان را در خانه‌هایشان و حتی در روستاهایشان جا بدهند. آنان به باشندگان این ولسوالی هشدار میدهند کسانی که برخلاف این فیصله‌ها عمل کنند و پنجه قانون سپرده میشوند. ولسوالی کامه ولایت ننگرهار یکی از ولسوالی‌های امن این ولایت به شمار میرود و سهم بیشتر باشندگان این ولسوالی در تامین امنیت اثرگذار بوده است. ولسوالی کامه ولایت ننگرهار. این ولسوالی یکی از ولسوالی‌های امن ننگرهار به شمار می‌رود. نقش باشندگان این ولسوالی در تامین امنیت و جا ندادن هراس افغانان به روستاهایشان از عوامل هستند که امنیت در این ولسوالی خوب است. بیشتر باشندگان این ولسوالی کشاورز هستند. خلک ډېر ښه خلک قومي تړونونه پکې شته او مګر دای خلک چاته اجازه نه ورکوي چې
داسې څوک راشي او دا زمونږ ولسوالي کې بد امني راوړي زمونږ دغه انتفاق یو دی موږ دغه نه پرېږدو داعش نه پرېږدو نه طالبان پرېږدو موږ یو انتفاق خلک یې بس یو خلک یې ټول. شورای مردمی ولسوالی فیصله کردند که فرآورده های کشاورزان را به هراس افغانان نباید باج بدهند. امن کې د ماشاءالله او ښځه ځوانان مکتبونو ته ځي او هغه ځوانان چې د شپاړسم نه خلاص دي فاکولټۍ نه خلاص دي هغه وزګار دي او ښځې په کارونو مصروف دي بس هر سړی سهار وځي خپل کار ته څوک خټې کوي څوک یو شی کوي څوک بل شی کوي ماښام هر سړی خپل کور ته راځي. بزرگان اقوام و شورای مردمی ولسوالی فیصله کردند کسانی که هراس افغانان را حمایت میکنند و یا در خانه هایشان جا میدهند به پنجه قانون سپرده میشوند. احیانا که باید د ټولو مقرراتو او د قومي د قوم ټول توازنونه او ټول شیان سره ونه مني نو بیا زموږ دغه پرېکړه ده چې د هغه خلکو سره موږ داسې یو چلن کوو چې کور باید د هغه وسیزل شي او د دې منطقې نه کډه شي. در همین حال ولسوال کامه میگوید که فیصله شورای مردمی و نیز همکاری مردم در تامین امنیت از عوامل است که امنیت در این ولسوالی تامین شده است. ولسونو او زموږ د محلي شوراګانو د علما کرامو ځوانانو او مدني فعالانو همکاري ده چې تر دې دمه د کامې په ولسوالۍ کې امنیت تامین ده. باشندگان و بزرگان اقوام این ولسوالی از همه شهروندان کشور میخواهند تا برای صلح همیشگی در کشورشان به نبرد نبگویند و هراس افغانان را در خانه هایشان جا ندهند. شورای علما، شورای ولایتی و شمار از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت بلخ از حکومت می‌خواهند تا یک تن از حمله کنندگان بر کنسولگری آلمان را که بازداشت شده است به گونه آشکار به کیفر برساند. آنان میگویند که هرگاه برنامه‌ریزان و عاملان فعالیت‌های هراس افغانانه به دادگاه کشانیده نشوند، از یک سو باور شهروندان به حکومت از بین می‌رود و از سوی دیگر فعالیت هراس افغانان بیشتر می‌شود. در همین حال سخنگوی سرپرست ولایت بلخ میگوید تحقیقات از شخصی که در ارتباط به حمله به کنسولگری آلمان بازداشت شده ادامه دارد و او به کیفر خواهد رسید. 13 روز از حمله مرگبار انتحاری به کنسولگری آلمان در مزار شریف می‌گذرد. حمله‌ای که زیان‌های جانی و مالی به دنبال داشت. نیروهای امنیتی در پیوند به این رویداد یک تن را از داخل کنسولگری آلمان بازداشت کردند که میگویند این شخص اعتراف کرده که 2 ماه در پشاور پاکستان آموزش‌های هراس افغانی را یاد گرفته است. اکنون شمار از باشندگان بلخ میگویند که انتظار می‌رود این شخص به گونه آشکار به کیفر برسد. طبق قانون برشان جزا داده شود و بر از این مردم بر از این طایفه بر از این گروه رحم نشه. باعث شده که اونا پند عبرت بگیره و باعث نشه که با همین عمل جرمی که نه انجام داده اونا انجام بده. این جهاد نیست در حقیقت در کرامت انسانی نه رد موارد میکنه، یعنی کرامت انسانی را زیر پای میکنه. تا هنوز زوایای پنهان این رویداد روشن نشده است. این که موتر مملو از مواد انفجاری که از نوع موترهای بلند توناژ بوده چگونه توانسته است که از جاده عمومی و با عبور از چند پاسگاه امنیتی خود را به نزدیکی در ورودی کنسولگری آلمان به مزار شریف برساند. اکنون شورای ولایتی بلخ هشدار می‌دهد که اگر حکومت از بهر به دادگاه کشانیدن یک تن از عاملان این رویداد که بازداشت شده بی‌پرواهی کند، باورشان را در نزد مردم از دست می‌دهد. خواهش مایی است، تمنا داریم که مسئولین امنیتی و کشفی ما که این مسائل را و جزئیات این مسئله را و سرنوشت آدم را برای ما بلخیا وایدا بسازه و در غیر از او ما انشالله آرام نخواهد شدیم. یک تن از اعضای شورای علمای بلخ نیز میگوید یکی از مؤثرترین راه از بهر جلوگیری از فعالیت‌های هراس افغانانه در کشور به کیفر رسانیدن عاملان و برنامه‌ریزان آن است. طبق قانون در حضور مردم محاکمه بکند تا تعداد افراد دیگری که در آینده میخواهد در فرهنگ وحشت و دهشت دست به انتحار و انفجار بزنه از سرنوشت محاکمه اینها آگاهی پیدا بکنه و در واقع از دست از انتحار و انفجار بکشند. شمار از فعالان جامعه مدنی بلخ بر این باورند که اگر عاملان رویدادهای هراس افغانی مجازات نشوند، کار نهادهای عدلی و قضایی زیر پرسش می رود و زمینه برای رهایی مجرمان فراهم می شود. هر مجرمی که به ارتباط هر قضیه دستگیر میشه باید دوسیش پیگیری شود و محکمه در قبال از او به حکم خود صادر بکنه تا باشد مردم مطمئن شود که در افغانستان قانون است، محکمه است، اجراات صورت میگیره. نگرانی جدی همه شهروندان این هست که اینا شاید معافیت حاصل بکنه و شاید روزهای در زندان و تحت تحفیظ باشه و بعد از او اینا را رخصت بکنن و رها بسازن.
اما سخنگوی سرپرست ولایت بلخ اطمینان می‌دهد شخصی که در حمله بر کنسولگری آلمان در مزار شریف دست داشته است پس از تکمیل شدن تحقیقات به گونه آشکار به کیفر میرسد. این به هیچ عنوان رها نخواهد شد، چون خود مظنون یا خود کسی که حامل حمله تهاجمی بود و به جرم خود اعتراف کرده در تمام مسائل یک واضح روشن ساخته و اسناد در زمینه موجود است. در حمله بر کنسولگری آلمان در مزار شریف 6 تن جان باختند و 129 تن دیگر زخم برداشتند. تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. 7000 خانه در این رویداد آسیب دیده است. مسئولیت این حمله را طالبان پذیرفتند. در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. ممنون از توجهتان. Przez Modricza i dobrze broniącego ostatnio, dobrze grającego w obronie Kowacicza. تیم میزبان بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی یکی دو موقعیت خوب روی دروازه ریال ایجاد کرد اما نتوانست از آن استفاده کند. پس از آن رفته ریالی ها بازی را در دست گرفتند و در مقابل بازیکنان اسپورتینگ و دنبال رسیدن به گل روی زده عملیات بودند. هر دو تیم موقعیت‌های خوبی داشتند تا اینکه سرانجام ریال روی یک ضربه آزاد به گل رسید. روی ارسال مودریچ و دخالت کریستیانو، رافائل واران در موقعیت تک به تک با پاتریسیو قرار گرفت و با ضربه اصاب شده ریال را 1-0 پیش. Nie było jeszcze spalonego, przynajmniej tak się wydaje, asystent. Ligi Mistrzów i drugiego po stałym fragmencie gry. Nie ma mowy oczywiście o spalonym. پس از اینکه تیم میزبان تا اندازه ابتکار عمل را در دست گرفت و میتوانست در همان نیمه نخست به گل مساوی برسد، اما یکی دو موقعیتی که روی دروازه ریال ایجاد کرد به جای نرسید و این نیمه با همان یک گل به پایان رسید. نیمه دوم را اسپورتینگ بهتر آغاز کرد و در حالی که سخت به دنبال رسیدن به گل تساوی بود، اخراج ژائو پریرا در دقیقه 64 شرایط را برای این تیم دشوارتر ساخت. خطای شدید پریرا روی کوواچیچ باعث شد تا داور با کارت سرخ مستقیم او را از زمین مسابقه اخراج کند. Od razu bezpośrednio czerwony kartonik dla Turcją. ریالی ها با لطف یک یار بیشتر برای دقایق ابتکار عمل را در دست گرفتند، اما این اسپورتینگ بود که در دقیقه 80 به گل تساوی رسید. خطای کانتراو روی بازیکن حریف یک ضربه پنالتی نصیب اسپورتینگ کرد و آدرین سیلوا آن را تبدیل به گل کرد. Adrien Silva gol! Pewny strzał i mamy 1-1. No teraz Real ma problem. Wydawało się, że tutaj nie może się nic zmienić, że tylko Real może zdobyć 3 punkty, natomiast może trochę przypadku, ale też taka dekoncentracja Realu, to, że ریالی ها که دوست نداشتند با تساوی لیزبون را ترک کنند، بار دیگر پیش کشیدند و در دقیقه 87 توسط کریم بنزما به گل برتری رسید. روی ارسال سریو راموس بود که بنزما با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد و بار دیگر ریال را پیش انداخت. در دقایق باقی مانده ریالی ها به خوبی اوضاع را کنترل کردند و توانستند به 3 امتیاز این دیدار دست یابند. Podobnie jak Legia, też już miała 3-2, już pewnie tam w duchu nie jeden z piłkarzy cieszył się, że może ograć Real, tak jak teraz. Bardzo mało ostatni mecz w pucharach, to co ciekawe był półfinał Ligi Europy. بروسیا دورتموند بازی را بهتر آغاز کرد، اما این تیم مهمان بود که در دقیقه 10 به گل رسید. Aleksander Pryjowicz, jak on to zrobił, fantastyczne uderzenie Szwajcara i jest 1-0 dla Legii w 10 minucie na Westfalenstadion. اما این برتری تنها 7 دقیقه پایدار بود و زردها در دقیقه 17 توسط شینجی کاگاوا به گل تساوی رسیدند. Shinji Kagawa, on tam wyskoczył do tego zagrania, Dembele nie przytrzymali go, nie upilnowali legioniści. تنها 1 دقیقه بعد کاگاوا بار دیگر موفق به گلزنی شد و دورتموند 2-1 پیش شد. دو دقیقه بعد نوری شاهین اختلاف را به 2 گل افزایش داد. روی ضربه آزاد مارکو رویس
و اشتباه دروازه‌بان لیژیا نوری شاهین توانست حساب کار را 3-1 سازد. Royce, ostra piłka i pechowe piąstkowanie Radosława Cieżniaka. No i wraca Sakin do gry, wraca z bramką. Że można było tą piłkę łapać, to pewnie zażegnałoby niebezpieczeństwa. Zdecydował się na inaczej i zrobił to tak pechowo, że این نتیجه هم تنها 4 دقیقه پا بر جا بود و در دقیقه 24 پریوویچ با زدن گل دوم لیژیا اختلاف را بار دیگر به حد اقل کاهش داد. Aleksander Prijovic, to jest jakiś szalony mecz na Westfalen Stadion. Mamy już 5. bramkę, 3-2 gol kontakt.